امروز قراره یک بار برای همیشه پرونده عربیکا و روبوستا رو ببندیم. دو تا گونه قهوه که این روزا بحث راجبشون زیاده. نمیخوام خیلی تخصصیش کنم، 2-3 دقیقه وقتتون رو بهم بدید، ضرر نمیکنید. قهوه 100% عربیکا ترشه، یعنی اسیدیتش بالاست و کافئین کمی داره. عطر و طعمش هم صاف و پیچیده است که طعم میوه‌های خاصی رو میشه ازش دریافت کرد. اما 100% روبوستا کافئین بالایی داره، طعمش تلخ و اگه نوع مرغوبش رو تهیه کنید مزه شکلاتی میده. حالا فکر کنید داخل کافه نشستید و ویتر میاد بهتون میگه تعرض بنداشو کلا 100 عربیکامون تموم شده، فقط اینکه براتون 80-20 بزنیم یا 50-50 40. هول نکنید، این درصدا میکس عربیکا و روبوستان. مثلا یکی مثل من ترشی عربیکا رو دوست داره و میخواد کافئینش هم بالا باشه، میاد میره سراغ میکس 80 عربیکا و 20% روبوستا. اما خب بازم سوال پیش میاد که چه قهوه‌ای بخریم، از چه برندی؟ مهمترین چیزی که برای خرید قهوه باید در نظر بگیرید تازگیشه، یعنی زمان رست و بو دادنش به زمان خریدش نزدیک باشه که انتخاب من دیستروه، اونم از نوع 100 عربش. بسته‌بندیش باحاله، سوپاپ یک طرفه داره و تاریخ رستش هم روش نوشته شده و خیالتون راحته. با هر درجه‌ای میتونید آسیابش کنید و از طعمش لذت ببرید. حالا اگه آسیاب نداشتید چی؟ هیچی. فدا سرتون، میرید سراغ پودرش که دقیقاً همون قهوه است و تو بهترین شرایط نگهداری شده که عطر و طعمش از دست نره. 100 عربیکا نمیخواد، کافئینش کمه، بیدار نگهتون نمیداره، بازم مشکلی نیست. میتونید برید سراغ میکس 80-20 دیسترو، یعنی 80% عربیکا و 20% روبوستا. یه میکس درجه 1 با طعم ترش و یه کوچولو مایل به تلخی با کافئین نسبتاً بالا. بازم میگید آسیاب نداریم، هیچ اشکالی نداره، مشکلی نیست. دیسترو پودر شدهش هم واسهتون آورده. همون قهوه است با همون طعم و همون ترکیب، یعنی 80% عربیکا و 20% روبوستا. خب حالا که فهمید عربیکا و روبوستا چیه، تصمیم گیری راحت تره، 100 عرب یا 80-20.